به چهارمین قسمت از سری ویدیوهای C++ Basics خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم یک بازی حدس عدد بنویسیم. در واقع این برنامه کارش این خواهد بود که یک عدد رندوم رو انتخاب کنه، یک عدد شانسی رو، و بعد از کاربر بخواد که این عدد رو حدس بزنه. اگر حدس کاربر کوچیکتر از عددی بود که ما انتخاب کردیم، بهش بگی که خب حدستون کوچیکتره. اگر بزرگتر بود بهشون بگی که حدستون بزرگتره، و اگر دقیقاً همون عدد رو حدس زدن بگیم که برنده بازی شدن. خب اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که اون عدد شانسیمون رو جنریت کنیم و ایجاد کنیم. برای این کار اول یک متغیر تعریف میکنیم به اسم نامبر. خب قرار اون عدد رو توش نگه داریم و مساویش میکنیم با رند با همون پرانتز باز و بسته. در واقع یک تابع توی لایبرری استاندارد C++ هست که به شما کمک میکنه اعداد رندوم درست کنید و خروجی اون چیزی شبیه زیره. در واقع اعداد خیلی بزرگ و رندومی رو برای شما برمیگردونه. حالا ما میخوایم توی این برنامه اعدادمون رو از بازه بین 0 تا 100 انتخاب کنیم تا حدسشون برای کاربر راحت تر باشه. خب راحت ترین کار برای اینکه به اعداد بین 0 تا 100 برسیم اینه که باقی مونده خروجی این رند رو بر 100 حساب کنیم. به هر حال قطعاً باقی مونده تقسیم بر 100 عددی بین 0 تا 99 خواهد بود. پس ما داریم توی این خط یک عدد رندوم بین 0 تا 100 درست میکنیم. راستی این خطی که بالای تعریف متغیرمون نوشتم یک کامنته. کامنت در واقع یک راهیه توی زبان C++ برای اینکه شما بتونید برای خودتون یا حالا برای برنامه‌نویس‌های دیگه‌ای که روی این کد قرار کار کنن توضیحاتی رو راجع به بخش‌های مختلف کد بنویسید. مثلا شما می‌خواید این کد رو بدید دست یک برنامه‌نویس دیگه تا اون تغییراتی رو روش ایجاد کنه، یا شما این کد رو می‌نویسید میرید و چند ماه دیگه چند سال دیگه برمیگردید و می‌خواید تغییرش بدید. برای اینکه راحت‌تر بتونید متوجه بشید که بخش‌های مختلف کد چی کار میکنن، بهتره که برای خودتون کامنت بذارید و توضیح بدید که بخش‌های مختلف کد چجوری کار میکنن. دو نوع کامنت در زبان C++ وجود داره. یکیش رو با / شروع میکنیم و یک خط رو کامنت میکنه که در واقع یک کامنت یک خطی هست، و حالت دیگه کامنت چند خطیه که با / یا یک کاراکتر اسلش و یه ستاره شروع میشه و بعد با / برعکس همون یه دونه ستاره و اسلش بسته میشه و میتونه شامل چند خط از کد شما بشه و چند خط رو کامنت کنه. کامنت ها صرفا برای توضیحات استفاده میشن و کامپایلر اصلا اونها رو پردازش نمیکنه و ازشون رد میشه. خب برگردیم به کدمون. توی خط اول که عدد رندوممون رو جنریت کردیم و توی متغیر نامبر نگه داشتیم. خط بعد یک متغیری رو به اسم گس تعریف میکنیم. در واقع حدسیه که کاربر میخواد بنویسه و بعد با استفاده از سین از کاربر میخوایم که حدسش رو وارد کنه. و خب حالا با استفاده از شرط ها بررسی میکنیم. اگر حدس کاربر همون عددی بود که ما بهش رسیدیم، همون عدد شانسیه که ما درست کردیم، بهش میگیم که برنده شده. اگر بزرگتر از اون عدده بهش میگیم که عدد شما بزرگتر از اون هست، و در غیر این صورت که خب میشه حالتی که این عدد کوچیکتر از اون عدد ماست، بهش میگیم که عدد شما کوچیکتر هست. اما خب اگر این برنامه رو اجرا کنیم از کاربر حدسش رو میپرسه و بعد بهش میگه که آیا این حدس کوچیکه یا بزرگه و بعد بسته میشه. یعنی در واقع کاربر شما وارد میکنه مثلا عدد 10 و ما بهش میگیم که این عدد بزرگه، حالا بر مبنای اون عدد رندومی که انتخاب کردیم، و بعد برنامه تموم میشه، بسته میشه، که خب احتمالاً قیافه کاربر برنامه شما رو این شکلی میکنه. برای حل این مشکل ما میایم از لوپ ها استفاده میکنیم. لوپ ها یا حلقه ها ابزارهایی هستن توی برنامه نویسی که به ما کمک میکنن یک کار رو چند بار انجام بدیم. الان برنامه ما لازمه که این کار رو مادامی که کاربر حدس درست رو نزده تکرار کنه و انجام بده. در واقع تا کاربر به حدس درست نرسه ما میخوایم که برنامه‌مون ادامه پیدا کنه. چند مدل حلقه توی زبان C++ وجود داره و ما میخوایم توی این ویدیو راجع به وایل صحبت کنیم. وایل به معنی تا وقتی که از شما یک شرط میگیره و خب تا وقتی که اون شرط برقرار هست کدی که داخلش نوشتین رو تکرار میکنه و به طور مداوم انجام میده. پس ما هم از همین حلقه وایل استفاده میکنیم و شرطی که بهش میدیم اینه که گس با نامبری که ما داشتیم، یعنی حدس کاربر با عددی که ما به صورت رندوم انتخاب کردیم، برابر نباشه.
نامساوی باشه. نامساوی رو با یه علامت تعجب و علامت مساوی نشون میدیم. مساوی توی ویدیو قبلی راجبش صحبت کردیم که 2 تا مساویه و نامساوی علامت تعجب مساویه. و خب توی مثال ما برنامه به قسمت حلقه میرسه، چک میکنه که نامبر با گس برابر نباشه که خب بهتره برای اینکه این چک حتما خروجی درستی بهمون بده به گس یک مقدار اولیه بدیم، مثلا -1، چون میدونیم که نامبر هیچ وقت -1 نمیشه، چون به هر حال عددی مثبت بین 0 تا 99 خواهد بود. بعد وقتی که برنامه میبینه که شرط این حلقه برقراره و در واقع -1 مساوی حالا اون عدد شانسی ما نیست، میره و کدی که داخل وایل نوشته شده رو اجرا میکنه. اول از کاربر حدسش رو میپرسه که یک مقدار جدید به گس بده و بعد بررسی میکنه که آیا این گس مساوی با عدد ماست یا کوچیکتره یا بزرگتره و بعد خروجی مربوطه رو برای کاربر پرینت میکنه. و نهایتا وقتی که به آخر حلقه میرسه برمیگرده بالا تا دوباره چک کنه که آیا گس با نامبر نابرابر هست و در واقع شرط ما برقرار هست یا نه. اگر ببینه که شرط ما برقرار هست، یعنی در واقع کاربر همچنان به حدس درست نرسیده و حدسش با عددی که ما فرض کردیم برابر نیست، این کار رو تکرار میکنه. دوباره از کاربر یک گس جدید میخواد با استفاده از سین و بعد دوباره بهش میگه که آیا این حدس شما درست بوده یا به چه شکل بوده. و نهایتا این حلقه انقدر تکرار میشه تا کاربر به حدس درست برسه که خب در اون حالت گس با نامبر برابر خواهند بود و شرط ما غلط میشه و حلقه به پایان میرسه و نهایتا برنامه ما هم تموم میشه. اگر این برنامه رو اجرا کنیم میبینیم که به درستی عمل میکنه و به ما به طور صحیح راهنمایی میکنه تا بتونیم عدد رو پیدا کنیم. اما هر دفعه که اجراش میکنیم با یک عدد ثابت طرفیم. هر دفعه یک عدد رو انتخاب میکنه و ما باید اون عدد رو حدس بزنیم. مثلا هر دفعه که من اجراش کردم به عدد 7 رسیدم و میبینیم که برنامه هر دفعه داره عدد 7 رو انتخاب میکنه که خب این رفتاری نیست که ما از این برنامه بخوایم. ما میخوایم این برنامه هر دفعه یک عدد جدید رو انتخاب بکنه. در واقع علت این اتفاق این هست که کامپیوترهای ما واقعا توانایی ایجاد عدد رندوم رو ندارن. کامپیوترهای ما توی اجرا کردن کارهای ثابت و مشخص خیلی خوب عمل میکنن ولی هیچ کاری نمیتونن به صورت شانسی انجام بدن. رند توی C++ در واقع یک تابعیه که سعی میکنه با یک سری الگوریتم ها یک عدد نسبتاً غیر قابل حدسی رو درست کنه، ولی احتیاج به یک سید داره، احتیاج به یک ورودی داره. ما باید این سید رو و این ورودی رو به یک نحوی به یک پارامتر رندوم و حالا معمولا محیطی وصل کنیم. یکی از ساده ترین این پارامترها تایمه، یعنی اینکه زمانی که برنامه شما اجرا شده. خب این معمولا رندومه چون معلوم نیست که کاربر کی برنامه شما رو اجرا میکنه، چه ساعتی، چه روزی و چه تاریخی. پس ما میتونیم با استفاده از تابع srand و اینکلود کردن تایم این کار رو انجام بدیم و به برنامه‌مون بگیم که از تایم به عنوان سید رندوم استفاده کنه. هر بار که برنامه ما اجرا میشه تایم اون لحظه رو میگیره و ازش به عنوان سید رندوم و ورودی رندوم استفاده میکنه تا یک عدد جدید بتونه برای ما درست کنه. نهایتا میتونیم همونجوری که توی 2 تا ویدیو قبل راجبش صحبت کردیم یک دونه سی اوت هم بذاریم تا یوزرمون متوجه بشه که داره چه کاری رو انجام میده و داره حدسش رو وارد میکنه که برنامه‌مون رو قشنگتر و تکمیل کنیم. توی این ویدیو راجع به حلقه وایل صحبت کردیم. تا ویدیوی بعد میبینمتون.